شما نقش مشاورین شاهزاده اطرافیانش رو در این 6 ماه گذشته چطور ارزیابی میکنید؟ دیگه فکر کنم تو از توییت ها مشخصه که خب به نظر من خیلی نقش منفی داشتن ولی نهایتا مسئولیتش با خود شاهزاده است. یعنی اینکه درسته که اونا تاثیرگذار هستن، ولی کسی که میخواد فرض کنید شما ما میخوایم در دوره گذار فرضاً ایشون رهبری کشور رو داشته باشن و کشور رو هدایت بکنن توی این دوره قبل از اینکه یک انتخابات دموکراتیک انجام بشه. شما چالش هایی که اون زمان کشور خواهد داشت رو محاسبه بکنید با این وضعیت الان. به نظر من حالا کسی که نتونه آدم‌های درستی رو انتخاب بکنه برای دور و بر خودش و تحت تاثیر حالا این افراد قرار بگیره، جوری که به وضوح روی کردی که 43 سال و نیم در پیش گرفته بود رو تحت تاثیر اینا یه دفعه عوض بکنه. این و در موقعیتی که حالا هنوز به براندازی نرسیدیم اینا، خب چجوری میخواد از پس شما شرایطش روز اول فرض کنید سقوط جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، فرداش چه بحران‌هایی وجود داره، چه اصلا تصور این که تو کشور چه اتفاقی میفته، چقدر مشکل معضل وجود داره برای برطرف که از مسئله امنیت، مسئله نظامی گرفته تا اصلا مسئله اقتصادی، اصلا قابل تصور نیست مقایسهش با الان. بعد شما نگاه بکنید که کسی نتونه از پس 4 تا آدمی که واقعا خودشون هم اگر فرضاً کنار شاهزاده نبودن به خودی خود اصلا کسی نبودن، یعنی نه هیچ چیزی از خودشون نشون ندادن که مثلا فارغ از کنار شاهزاده بودن مثلا به عنوان آدم مستقل اینا اصلا مطرح باشن در هیچ زمینه. حالا چون در زمینه رپ و یوتیوبر و اینا شاید چرا مثلا شاید نجفی چیزی هست باش نشون داده، ولی میگم اینا هم تحت تاثیر چنین آدمایی مثلا طرف قرار بگیره و دیگه من نمیدونم واقعا اصلا مدیریت دوران گذار رو چجوری میشه انتظار داشت. اصلا یه چیز خیلی ناامید کننده همین هست، این چیزی که برای من خیلی عوض شد همین دونی برای شخصی که چیزی که بیشتر از همه من روی ایشون حساب میکردم و الان خودم من توی موقعیتی که اصلا نمیدونم بعد حساب کرد نه بعد حساب کرد اگه ایشون نباشه کی باشه چی باشه برای دوره گذار همینه. یعنی احساس میکنم نه تنها در نشون دادن که در انقلاب کردن ناتوان هستن، احتمالا نشون دادن که توانایی مدیریت دوره گذار هم ندارن و این بسیار ناراحت کننده و ناامید کننده است برای یک کشوری که میخواد انقلاب بکنه، که رژیم رو عوض بکنه و مطمئناً بالاخره یک دوره گذاری وجود خواهد داشت تا بعد از اینکه حکومت جدید دموکراتیک تصویب بشه. خب این نظر رو شما 6 ماه پیش احتمالاً نداشتید. اون تیر آخر چی بود که شما گفتید خب دیگه من واقعا ازش بریدم و هیچ امیدی بهش ندارم؟ هنوزم والا من دوست دارم که هنوز کاملا ناامید نباشم. هنوز دوست دارم فکر بکنم که ایشون داره یه چیز دیگر هم داره، حالا یک رویکرد دیگر هم امتحان کرده توی این چند ماه و متوجه داره میشه که اون رویکردم غلط هست و این چند ماه رو برمیگردونه، این رویکرد و اشتباهاتش متوجه میشه و برمیگرده به اون رویکردی که تو کل این سالها داشت که حالا خیلی وسط میدان نبود ولی تاکیدش بر همبستگی و اتحاد. ولی از نظر حالا بگیم تیر آخر یا جایی که من دیگه برام کاملا واضح شد این بود که موقعی که این کارزار 3 ماهه شروع کردن، یعنی حتی قبل از اونم من امیدوار بودم که دارن کار جدی میکنن. حالا از همبستگی هم اومدن بیرون، خودشون یه برنامه دارن. حالا اون سفر اسرائیلی اینا هم که انجام شد
سفر ایتالیایی به نظر میرسید که یکی حالا اومدن بیرون با یه برنامه اومدن، ولی بعد از اون به نظر من کاملا مشخص شد که نه، اصلا تمام اونا فقط یه مسئله شو تبلیغاتی نمایشی بوده و هیچ برنامه وجود نداره. و اون کارزار 3 ماه هم حتی من از اول با چیز شروع کردم. لحظه اجازه میده، ببخشید. آره، تا خود کارزار 3 ماه هم میگم من امیدوار بودم، اوایلش هم حتی کم امیدوار بودم، ولی واقعا اون افتضاحی که اینو انجام دادن، این میزان بی برنامگی و اصلا بی‌مسئولیتی که تو این موضوع نشون دادن و این افتضاحی که توی سالگرد مهسا بار آوردن، هم در داخل کشور چون از دیدم کشور. شما خیلی پرسشگر بودید در مورد این کارزار 3 ماهه، خیلی توییت از شما دیدم که پرسش میکردی که چرا باید اینطوری بشین، بی برنامگی از کجا میاد. گویا برای تو خیلی مهم بود این کارزار 3 ماه. بله دیگه، به خاطر اینکه میگم برای من ترنینگ پوینت اونجای عوض شدن همون بود دیگه. تا قبلش هم امیدوارم رو خیلی حفظ کرده بودم. حتی پیشنهاد کرده بودم به بقیه که بپیوندید به شاهزاده، دنبال شاهزاده پشت شاهزاده قرار بگیرید، برای اینکه برای همبستگی شکست خورد ایشون دیگه تنها امید ماست فعلا در این موقعیت و بعد پشت ایشون قرار بگیریم. ولی اصلا یک فاجعه کامل و دلیل اینکه حساس بودم به همون بود دیگه. در واقع تو خودم همین تحول ایجاد میشد دیگه، داشتم واقعا میدیدم اون اتفاقی که داره میفته. یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود این که خودش هر وقت صحبت میکنه خب، بسیار کلمات زیبا، یعنی از لحاظ توریک شاهزاده خیلی قوی هست، ولی همیشه صحبت از همبستگی و اینکه ما تنهایی نمیتونیم به جنگ این دیو جمهوری اسلامی بریم. ولی در همون لحظه مشاورانش تو توییتر یا در حال ترول کردن گروه های دیگه هستند یا در حال حمله به هر کسی که اون وعده جاوید شاه اون روزش رو نگفته. و این به هیچ وجه برای من منطقی نیست که تو نمیبینی این مشاوران خودتو، آدمیان اطراف خودتو که چه پستایی میذارن. اینو من نتونستم درک کنم. آره، چند تا من فکر کنم از چند نظر میشه دید. یکی این که آره، من فکر کنم نمیبینن ایشون، یعنی بیشتر این پستا رو نمیبینن، با دقت و با جزئیات دنبال نمیکنن، بیشتر با یه دید خیلی کلی و از بالا به رویداد نگاه میکنن و از خیلی از این چیزا من فکر میکنم که خبر ندارن و خبردار شدنشون هم با یک فیلتری انجام میشه احتمالاً که در واقع اون چیزایی که برای این افراد خطرناک هست و مضر هست دیده نشه. و از طرف دیگه هم باز برمیگرده به همون توانایی دیگه، یعنی یک مکانیسم دفاعی این هستش که شما وقتی پشت سر هم شکست میخوری و پشت سر هم اخبار بد به گوشت میرسه، سعی کنی اصلا ندیده بگیری این اتفاقاتی که داره دور و برت میفته و برگردی تو همون کامفورت زون خودت، تو اون جایی که راحتی، تو اون حرفایی که راحتی بزنی. و اینا حرفایی هستش که به نظر من ایشون بهش اعتقاد داره، واقعا قلبا اعتقاد داره به همبستگی و اتحاد. اینا از اون زبان بدن ایشون هم شما میتونید ببینید، شما میتونید نگاه بکنید که تو همون جلسات همبستگی ایشون چقدر مثلا خوشحال بود، لبخند میزد، میخندید، معلوم راحته. و توی وقتی که این پیامایی که این متنایی که میذارن جلوش میخونه، شما نگاه بکنید انگار اصلا داره به زور میخونه اینا رو، هیچ اعتقادی به این کلمات حرف نداره. یعنی شما وقتی که اسکریپتد و آن اسکریپتد هست حرفایشون، نگاه بکنید قشنگ متوجه میشین که کدوم حرفای خودشون هست، اعتقادات خودش هست، کدوم حرفا رو داره در واقع بهش تحمیل شده و ایشون هم توانایی در واقع جلوگیری از این تحمیل رو نداشته. خب اگر در من به نظر جزئیات بهترین کاری که ایشون میتونه بکنه اینه که حرفای خودش رو بزنه بدون فیلتر. یعنی اگر هم مشاور رسانه‌ای، مشاور هر کسی میخواد داشته باشه، فقط
حالا خب املاشون ایشون خوب نیست، هر چیزی که خودشون می‌نویسن پر از غلط املایی هست به نظر من، ولی تنها کاری که بعد مشاوره ایشون بکنه، حالا مشاوره رسانه‌ای ایشون، غلط املایی ایشون رو تصحیح بکنه، همین، چیز دیگه ای نه. و این به نظر من پیامی هست که هم اینجوری اگر ایشون صحبت بکنه، هم خودش خیلی با اون چیزی که خودشون هستند بیشتر میخونه، همین که پیامی هستش که مردم خیلی بیشتر ازش استقبال میکنن. چون واقعا من قلبا اعتقاد دارم که ایشون به دنبال اتحاد هستن، دنبال همبستگی هستن، دنبال آزادی ایران هستن. چون دو تا نظر وجود داره. بعضی میگن که ایشون نه همیشه دنبال دیکتاتوری بوده ولی 43 سال و نیم پنهان کرده، الان داره ماهیت واقعی خودش رو نشون میده. یه نظر دوم که نظر من هست اینه که نه، این 43 سال و نیم واقعا اون چیزی بوده که ایشون خودش بهش اعتقاد داشته، ولی تحت فشارها تو این چند ماه اخیر روی کردشون عوض شد. خب شما میگی که شاهزاده لذت میبرد از حضور در این گروه همبستگی. خب به نظر من آیا به نظر شما کسی که لذت میبرد از این گروه میاد روز قبل سفر به اسرائیل بدون توضیحی لفت گروپ میکنه؟ خب ببینید، من میگم شما قبل از اون در واقع اینکه این گروه به صورت متشکل اعلام بکنه حضورش رو، در اون مورد صحبت کردم. یعنی قبل از اینکه جمهوری اسلامی فشارهاش رو شروع بکنه، و اون مال شما نشست جورج‌شاه رو نگاه بکنید، همون قبلش اون ویدیوهایی که قبلش میگرفتن، یا حتی منشور رو وقتی که اعلام کردن نگاه بکنید، لایو 3 نفره با مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون داشتن که اونجا هم هنوز حملات شروع نشده و شما ببینید که چقدر با ایشون خوشحاله، همونجا هم همش میخنده و شوخی میکنه و اینا. در واقع اون جایی ایشون مشکل پیدا کرد که فشارها زیاد شد و نتونست دوام بیاره در برابر فشار. آیا به نظر شما در مورد اعضای این منشور، آیا حالا ما شاهزاده رو صحبت کردیم، آیا ایرادی هم متوجه بقیه اعضای این منشور هست، مثلا مسیح، حامد؟ 100% به نظر من حتی اونا بیشتر مقصر هستن. و دلیل این که من حالا کمتر توی مدت اخیر نوشتم ازشون به خاطر اینکه احساس کردم از نظر سیاسی که به پایان خط رسیدن و دلیلی نداره صحبت کردم بهشون دربارهشون، ولی کلا به نظر من اشتباهات این افراد مسیح و حامد و اینا از شاهزاده بزرگتر بود در این انقلاب. ولی خب مسئولیت شاهزاده به نظر من بیشتر بود، چون وزن ایشون بیشتر بود و در شکست ایشون، در شکست حالا این همبستگی، تقصیر ایشون از بقیهشون بیشتره، با وجود اینکه به نظر من اشتباهات بقیه بیشتر. بعد این سوالی که همیشه این عزیزان شاه الله از من میپرسن اینه که چرا به شاهزاده نقد داری به بقیه نقد نداری؟ و همیشه هم جواب من اینه که برای اینکه من هیچ امیدی به بقیه نداشتم. من از مسیح علی نژاد انتظار نداشتم بیاد برای من دموکراسی بیاره، از حامد اسماعیلیون انتظار نداشتم که بیاد نقش هماهنگ کننده نیروها رو بازی کنه. این اصلا سیاستمدار نیستن، ولی من از شاهزاده انتظار داشتم. من به مسیح علی نژاد وکالت ندادم، من به شاهزاده ولی وکالت دادم و انتظار داشتم که کاری انجام بده. هیچ کاری نکرد. اینم هست دیگه. بله این منم وکالت دادم، اتفاقا خیلی هم حمایت کردم از کمپین وکالت. در مورد مسیح علی نژاد و حامد و اینها به نظر من اینا یک مشکلی که داشتن جاه طلبی بیش از حد و تشخیص غلط از محبوبیت خودشون و موقعیت خودشون توی انقلاب بود که اونم باز به خصوص در ماه‌های اول که ماه‌های حساسی بود بسیار بسیار ضربه زد، بسیار ضربه زد و به خاطر همین میگم اونا نظر من اشتباهات اونا بزرگتر بود. ولی خب
میگم من خودم چون همیشه تو کمپ شاهزاده بودم و هنوز هم احساس میکنم که در مجموع بیشتر با روی کرده ایشون موافقم و هنوز هم شاید ایشون از اون بقیهشون سرمایه سیاسی بالاتری داشته باشه، ولی این هیچ دلیلی برای تایید در واقع عملی که بقیه انجام دادن نیست اصلا. در مورد شخص خود مرتدی هم که من بارها و بارها تو خود قبل از اینکه وارد ائتلاف بشه و اینها نوشته بودم و موقع حملات هم متوقف کردم که خود یه توییت هم زدم که شاهزاده الان شروع کرده مرتدی رو فالو میکنه، منم دیگه سکوت میکنم، به حمله نمیکنم. ولی اونم به نظر من یک اشتباه بسیار بسیار بزرگی بود و مقصر اصلی هم تو زمین در داخل کردن عبدالله مرتدی مسیح علی نژاد بود که ایشون در واقع من فکر میکنم برای اینکه وزن خودش رو بیشتر بکنه، بخاطر که ایشون هم سازماندهی نداشت که اینا به صورت فردی عملا میکرد، میخواست در واقع از اون احزاب کردستان یه جوری استفاده بکنه برای اینکه یک سازماندهی هم پشت خودش قرار بگیره، وزن خودش و قدرت خودش حالا توی این اعترافی که قرار بعداً ایجاد بشه افزایش پیدا بکنه. و میگم این جاه طلبی و اینا بسیار بسیار ضربه زد، واقعا ناراحت کننده است دیگه. آدم فکر میکنه به اینکه این همه مردم چقدر هزینه دادن، چقدر ما افرادی رو از دست دادیم از شجاعترین جوانای این کشور، ولی تو خارج از کشور کسایی که باید اینو به نتیجه میرسوندن این بلا رو سر ایران آوردن. من فکر میکنم دلیلش این باشه که این افراد که ناشناسانه اینا سیاستمدار نبودن. بازی سیاست رو یک سیاستمدار متوجه میشه، متوجه جایگاه سیاسی خودش، وزنه سیاسی خودش هست و من فکر کنم این افراد چون بی تجربه بودن و سیاستمدار نبودن برای همین ساخته نشده بودن برای این کار. میشه درست هست، شاید آره در مجموع درست باشه. مثلا شما نگاه بکنید توی این 6 نفر فقط مرتدی بود که سابقه کار سیاسی جدی داشت و شما نگاه بکنید ببینید که چجوری با اینکه بسیار اعتبار و وزن کمتری از هر 5 نفر دیگه داشت چجوری خودش رو تحمیل کرد، یعنی با چجوری تمام اون گروه در واقع رو محتدی داشت میچرخوند. نهایتا از اون منشوری که بیرون اومد و اون حرفایی که در اومد اینکه با چقدر توی بازی سیاست از بقیهشون خبره‌تر بود، چقدر قوی‌تر بود و عملا رو سر انگشت خودش چرخوند، با اینکه اصلا کسی خیلی اصلا نمی‌شناختن که این آدم کی هستش قبلش. و این درست هست و متاسفانه یه مشکل دیگه هم که داریم ما الان اینه که این افرادی که تو این کار سیاست، یعنی سیاسی کاری، این زیاب زنی، نمیدونم به این زنگ زدن به اون زنگ زدن، آدم به یک کسی یه حرفی زدن به یک کسی یه حرفی زدن، اینجور کارا خبرن و مهارت و تجربه دارن، همه کسانی هستن که آدم قابل اعتمادی نیستن. یعنی مثل مرتدی کسانی من مردم هم در مجموع قبولشون ندارم. یعنی شما فعالان سیاسی ایران رو نگاه بکنید اکثرا اعتباری ندارن. ممکنه مهارت سیاسی بازی داشته باشن ولی مردم قبولشون ندارن. اون کسی هم که مردم قبولشون دارن ارزششون ندارن. یعنی این دوگانگی رو داریم که الان دوچارش هستیم. خب اگه الان از شما بخواین که بیاید یک گروه همبستگی تشکیل بدید، شما میتونید چند تا اسم ببرید که بگید آقا اینا به درد این میخورن، ما میتونیم بهشون اعتماد کنیم؟ من الان مطمئن نیستم که البته همبستگی اون موقع وجود یک کارکردی داشت که کارکرد خیلی مهمی هم بود و به خاطر همین هم بود که جمهوری اسلامی خیلی بهش حمله کرد و اون کارکردی بود که میتونست با دولت‌های خارجی به عنوان اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران مذاکره بکنه. یعنی
این چیزی بود که بسیار بسیار خطرناک بود برای جمهوری اسلامی و این هم دلیلی بود که شکست همبستگی بسیار به ضرر انقلاب شد و کسایی که بعد اینجا قرار بگیرن، کسی که قرار حالا بره از طرف مردم با دولت‌های خارجی با کشورهای خارجی صحبت بکنه، اولین پیش نیازش اینه که آدمی باشه که بشناسنش. یعنی شما دولت خارجی، دولت آمریکا، دولت نمیدونم اتحادیه اروپا، نمیدونم اینا بدونن این طرف کیه و شما نمیدونم با این فرض کن مثلا مقایسه بکن با این ایده که اومدن منشور ایرانگرایان رو منتشر کردن. مثلا فرض کن شما فرض کن همچه افرادی بخوام برن از طرف انقلاب مذاکره کنن با دولت‌های خارجی هستن، بعد مثلا بشین مثلا بهشون توضیح بدید که این طرف کی هست. خب خیلی هاشون اصلا نمیشه. و این کسایی که توی این همبستگی بودن مینیممش این بود که حالا خیلی از معتدی که اونم مسیح نجات واردش کرد، بقیه‌اشون شناخته شده بودن و میتونستن که یک تصویری از یک ایران نرمال رو به غرب نشون بدن، از آدمایی که توی غرب حالا مدت‌ها زندگی کردن و آدمای نرمالی هم سالها راجع به سکولار دموکراسی توی ایران صحبت کردن، راجع به حقوق بشر صحبت کردن، آدمای شناخته شده‌ای هستن، تو کار خودشون هم نسبتا موفقن خیلی‌هاشون. مثلا میتونی یعنی چند تا اسم ببریم؟ اینا همین میگم کسی که بودن، میگم مثلا همین نازنین بنیادی و خود شاهزاده و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی، اینا بالاخره شناخته شده بودن، علی کریمی و گلشیفته بود. ولی این فعالای سیاسی ما این مشکل اصلیشون اینه که اصلا شناخته شده. شما نمیدونم این شورای گذار رو مثلا نگاه بکن، مثلا اسمشون رو ردیف بکن، کی میدونه کی هستن اینا. حالا تو داخل ایران هم کسی نمیشناسدشون، چه برسه خارج از کشور که در واقع وظیفه اصلی این گروه هستش که نمایندگی بکنه در برابر دولت‌های خارجی. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم مثلا الان که سوال کردی، فکر نمی‌کنم که این قابل تشکیل باشه و این به نهایت معنیش این هستش که حداقل در آینده نزدیک هیچ گروهی، هیچ فردی نمیتونه انقلاب ایران رو در خارج از کشور نمایندگی بکنه و این به معنیش این هستش که حالا اگر هم این گروه تشکیل میشد بازم شاید کشور خارجی کمک نمیکردن، ولی وقتی که چنین گروهی وجود نداشته باشه دیگه احتمال کمک کشورهای خارجی صفر هست و به نظر من این معنیش این هستش که کاملا باید اینو دیگه کنار گذاشت. ما حمایتی از انقلاب ایران از طرف دولت‌های خارجی نخواهیم داشت، به خاطر اینکه هیچ آلترناتیوی که بتونه انقلاب رو نمایندگی بکنه در خارج از کشور وجود نداره و در آینده نزدیک و میان مدت وجود نخواهد داشت. حتی دولت اسرائیل هم در واقع با اعتبار همون همبستگی شاهزاده رو دعوت کرده بود به عنوان در واقع کسی که حالا داره نمایندگی میکنه یک گروه متشکلی رو و دعوتنامه‌هایی که برای شاهزاده فرستاده شده بود موقعی بود که ایشون هنوز در اون جمع جورجتاون اینا بودن و دیدید که بعد از اینکه از اسرائیل برگشتند اون جمع به هم خورد، دولت اسرائیل هم دیگه در واقع تحویل نگرفت شاهزاده رو، میشه گفت، و نمیدونم با وحید بهشتی دیدار میکنن و با فعالان سیاسی دیگه توی لندن اینا دیدار میکنن و ارتباط خاصی هم معلوم شده که وجود نداشته، برخلاف اون در واقع تصویری که خواستن بسازن از اینکه حالا دولت اسرائیل یک رابطه ویژه با شاهزاده داره و یک حساب ویژه‌ای روشون باز کرده. اینطور نیست. آقا یک فرضی بکنیم که الان مردم ایران اومدن تو خیابون و دارن اسم پدر بزرگ شما رو صدا میزنن، شما چه کاری میکنی و که به نظر شما بشه به انقلاب کمک کرد؟ یعنی اولین قدم شما چه خواهد بود؟ عملی. یعنی من اصلا با داستان تئوری کار ندارم، یعنی اگر شما الان در موقعیت شاهزاده بودی چی کار میکردی؟ آره این پدر بزرگشون هم که حالا خیلی تعداد شعارهای
رضا شاه رو هم خب خیلی کم شده دیگه به نسبت حالا دی 96 و تابستان 97 و اینا خیلی کمتر شده و دیگه در واقع به اون صورت حتی پدر بزرگ ایشون رو صدا نمیزنن. ولی به نظر من این شعار رضا شاه رو در مجموع شعار سرزنش آمیز هست برای شاهزاده، در واقع خاطر اینکه خب هم اندازه خطرناک هست ولی مردم نام ایشون رو صدا نمیزنن، نام پدر بزرگش رو صدا میزنن، در واقع یه جور سرزنش کردن و یه حیب زدنی که آقا جان یکم شبیه پدر بزرگت عمل بکنید و ما همچین چیزی رو میخوایم. و حالا اینکه دیگه که به اون صورت ما دیده نمیشه این در واقع این پشتیبانی و با توجه به افتضاح سالگرد مهسا من فکر می‌کنم که کمتر از این هم خواهد شد. به خاطر همین به نظر من برای این سوال یه مقدار دیر شده، یعنی خیلی موضوعیتی دیگه نداره. ولی من فکر میکنم که بهترین کارکردی که ایشون میتونه داشته باشه، میتونه بره نگاه بکنه ببینه که قبل از دی 96 یا تابستان 97 که مردم حالا نام پهلوی رو صدا زدن، توی آبان 95 که توی پاسارگاد مردم اومدن، اون موقع خود مثلا گفتن شاهزاده تولدت مبارک، پهلوی، یعنی خود شاهزاده رو مستقیما صدا زدن. بعدن توی دی 96 شد که بیشتر شد رضا شاه رو شد اینا کمتر شد. بعد ایشون نگاه میکنه ببینه که چی باعث شد که مردم نام ایشون رو صدا بزنن و چی باعث شد که بعد این صدا زدن نام ایشون کمتر بشه به مرور در 7 سال گذشته. خب موقع ایشون در واقع نام صدا زده شد که در واقع فعالیت سیاسی خیلی جدی نمی کردن و به نظر من این اگر ایشون دوباره برگرده به اون موقعیت، یعنی برگرده به موقعیتی که وسط گود سیاست نباشه که نشون داده شده تو این 7 سال گذشته که در واقع آدم این کار نیست و بره در شکل همون چیزی که مردم باعث شد مردم صداش بزنن، یعنی یک شخصیت ملی، یک شخصیت فراجناهی، یک شخصیتی که در واقع دعوت میکنه، توصیه میکنه و حمایت میکنه از همه گروه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی هستن، برگرده توی اون موقعیت قرار بگیره، بسیار بسیار میتونه موثرتر باشه. ولی خب میگم این آدمایی که حالا دور و برش قرار گرفتن، چون اینا خودشون هیچ سرمایه سیاسی ندارن و تنها چیزی که دارن همین نزدیک شدن به شاهزاده است، اینا هی میخوان شاهزاده رو بندازن جلو و از طریق اون به نفع خودشون، یعنی خودشون رو بیارن بالا. در واقع سوء استفاده از موقعیت شاهزاده به نفع خودشونه. چیزی هم هستش که اصلا با اون چیزی که قلباً خود شاهزاده میخواد اصلا نمیخونه و نتایجش هم تا حالا دیدیم. به نظر من بهترین کار برایشون همین هست، میشونه یک ارزیابی عاقلانه منطقی بکنه از اتفاقاتی که در این 7-8 سال گذشته اتفاق افتاده. البته خیلی چیزای دیگه هم موثر بوده تو این موقعیت، ولی خب عملکردشون هم قطعا تاثیر داشته و ایشون بعد ببینه که کجاها تونسته نظر مردم رو بهتر جلب بکنه و برگرده به همون در واقع روی کرد. خیلی ممنونم. برگردیم به توییتر. این که به شما این همه حمله میشه بدون اینکه اصلا نظر شما رو بدونن، چون من الان دارم با کسی حرف میزنم که هنوز اعتقاد داره به شاهزاده، هنوزم امیدواره که شاهزاده بتونه اون نقشی که ازش انتظار داریم به خاطرش وکالت دادیم رو بازی کنه. ولی خب اینا قرار نیست نظرات شما رو بخونن، قرار نیست این مصاحبه رو گوش بدن و قرار هست حمله کنن. احساس شما چیه در مورد کلا در مورد فضای توییتر؟ به نظر من مهم نیست، یعنی این حملات خب خیلیاش که از در واقع سازماندهی شده است از طرف نیروهای جمهوری اسلامی، اونم فقط به من نیست، یعنی مسئله اصلا پرسونال نیست، یعنی هم به من حمله میکنن، هم به کسایی که به من حمله میکنن یا دیگه‌شون حمله میکنن، هم نمیدونم به طرفدارای مسیح حمله میکنن، هم به طرفدارای شاهزاده حمله میکنن، هم به کسایی که من مثل من حالا این وسط قرار گرفتن و در واقع انداختن جمهوری اسلامی
براشون اولویت هست و هم به اونها به همه حمله میکنه. یعنی مسئله اصلا این نیستش که یه چیز خاصی حالا نسبت به من وجود داشته باشه. اونم به نظر من فقط یه نسبتی داره با میزان دیده شدن توییت ها. حملات هم به همون نسبته، هرچی بیشتر دیده میشه حمله بیشتر انجام میشه. البته یک جور یک درجه هم هستش که جمهوری اسلامی در واقع چون نبض توییتر در اختیارش هست. در واقع هر موقعی که میخواد یک گفتمانی رو اینا هزار خیلی سازماندهی شده هستن دیگه، هزار اکانت دارن که میتونن در واقع اون کسایی که میخوان و در موقعیتی که میخوان قوی ترشون میکنن گفتمانشون رو توییتاشون. حالا میرن مثلا یک کسی میاد یه حرفی میزنه، میرن مثلا لایک میکنن یا چیز میکنن. این به نظر من خیلی مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که آدما بتونن حرفشون رو بزنن. این یه ضرب مسئله هست، این courage is contagious، یعنی شجاعت مصریه. شجاعت وقتی یه نفر کسی شجاعت کسی دیگر رو ببینه که حرفش رو به صراحت میزنه و نمیترسه، بقیه هم میبینن و شروع میکنن حرف زدن و حالا یه اولش یه مقدار سخت است، آدم اذیت میشه و حالا مثلا فوش میخوره و اینا، ولی یه ذره که حالا مقاومت بکنی و حرف خودتو بزنی، از مادامی که واقعا نیت خودخواهانه نباشه، نیت برای مصارف شخصی نباشه، نیتت واقعا خیر باشه و کمک باشه، بسیار شیرین هست. یعنی آدم بتونه در برابر در واقع فشار مقاومت بکنه و اون چیزی که خودش فکر میکنه حقیقت رو ابراز بکنه و نترسه و سانسور نکنه، بسیار بسیار لذت بخشه. و من فقط میتونم بگم که اون کسایی که حالا میترسن که حرفشون رو بزنن به خاطر این فشارها، امتحان بکنن این مدت حرفش رو بزنن بدون ترس. حالا فوقش اگه خیلی بهشون فوش میدن، کسایی که فوش میدن رو بلاک بکنن، ولی حرفش رو بزنن ببینن که چه حس خوبی داره. خیلی حس بهتری داره از نظر وجدانی برای خود آدم وقتی که حرفش رو در برابر فشار میزنه تا اینکه در واقع تسلیم بشه در برابر فشار و سکوت. ما 5 دقیقه وقت داریم. 2 تا سوال اول اینه که صحبت بلاک شد. تو این توییتی که من دیدم خیلی اومده بودن گفته بودن که شما خیلی وقت بلاکشون کردیم و با توجه به اینکه شما تو این 6 ماه آخر نظرتون عوض شده و این کسایی که من میشناسمشون و میدونم که سایبری نیستن و آدمای معقولی هستن، آیا تصمیم دارید که در مورد این پالیسی بلاک کردن تجدید نظر بکنید یا نه؟ برام حالا من خیلی این خودم دنبال اینم، یعنی چون تعداد زیاده و اینا، اگه بخوام هی بشینم ببینم طرف مثلا قبلا کیو بلاک کردم و کی چیز شده و اینا، اصلا خیلی وقت میگیره. به خاطر همین ما یک طیف گسترده از جمهوری خواه رو بلاک کردیم. آره من کسایی بوده که مستقیم میگم احساس کردم که خیلی اذیت میشن، یعنی مثلا میان به شدت ناراحت میشن از توییتام و موقع بلاکشون کردم. من بیشتر میگم خودم ناراحت شدم، ولی واقعا بیشتر برای اینکه آرامش خود اون آدما بوده. حالا بعضا بوده، حالا شما من نمیدونم که کیا کسی به حرف میزنن، ولی اگر حالا کسی هست برام بفرست، من آن بلاکشون میکنم. مشکلی حداقل به جایی رسیدیم. و اما سوال آخر، 3 دقیقه وقت داریم. اینکه شما این اواخر از ساواک، عملکرد ساواک دفاع کرده بودی، آیا هنوزم به این عقیده هستی که این کار درست بود؟ آره ببین، ساواک هم به طور کلی ساواک اوایلش که تأسیس شده که هنوز درست چون نیفتاده بوده، یک سری حرکت‌های نادرستی کرده بوده، ولی بعد از اون در مجموع خیلی درست بوده و
باید در نظر گرفت که هر کشوری در واقع پلیس داره و سازمان‌های امنیتی داره، مخصوصا کشوری مثل ایران که با انواع اقسام تروریسم مواجه هست. من شکنجه رو به طور کامل رد میکنم و یعنی به طور یعنی اصل مطلقی که باید ممنوع باشه شکنجه. و تمام اگر شکنجه هایی هم که در ساواک وجود داشته و تایید هم شده در همون ابعادی که وجود داشته که به نظر من بسیار بزرگ نمایی شده دربارش، اونا رو کاملا من اونها رو هم محکوم میکنم. ولی در مورد ساواک بسیار بسیار دروغ گفته شده. اینها افراد خونخوار و آدم کشی مثل این بسیج جمهوری اسلامی نبودن، آدمایی بودن که واقعا شاید 99%شون کسایی بودن که برای خدمت به کشور، برای حفظ امنیت کشور داشتن کار میکردن. خیلیشون آفیسرهای واقعا حرفه‌ای بودن، آدمایی که در واقع اطلاعات رو رصد میکردن، آدما رو، فعالیت آدما رو رصد میکردن و خیلی و حالا بعض وقتا عملا مشکل اصلی ساواک نبوده، مشکل اصلی اون عدم وجود یک سیستم دموکراتیک بود. یعنی مسئله این بوده که تصمیمات فردی گرفته می شده. یک اینکه این گزارشی که در واقع ساواک میده به در واقع دولت، هیئت دولت و حالا خود شاه و اینا، کسایی که میتونن تاثیرگذاری بکنن، چجوری طبق چه پروسه قانونی میتونن تاثیرگذاری بکنن، مشکل اینها بود. یعنی شما حالا خاطرات ثابتی و اینا فراهمی هم بخونید میبینی که مثلا ثابتی با شهبانو مثلا جلسه داشته، کلی باش صحبت میکردن و مثلا نظرات شهبانو برای اینکه مثلا فلان فرد مثلا ببخشیم یا این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، مستقیما روی کار ساواک تاثیر میذاشته. خب آخه چرا باید این تو کشور دموکراتیک، کشوری که حاکمیت قانون باید وجود داشته باشه، چرا باید مثلا همسر شاه این کشور بیاد مثلا به رئیس ساواک بگه که این کارو بکن، این کارو نکن؟ خب مشکل این بوده، مشکل این وجود فرآیندهای غیر دموکراتیک و نظرات شخصی و در واقع هرج و مرج توی تصمیم گیری بوده. نه حالا ساواک که در واقع اونا حداقل توی اون چارت سازمانی که داشتن حداقل داشتن به صورت منظم عمل می‌کردن. خیلی ممنونم. و اما سوال آخر 30 ثانیه وقت داریم. نه 30 ثانیه وقت داریم. من 3 تا اسم میخوام. اگر شما بخواید به 100 سال گذشته ایران نگاه کنید، 3 تا شخصیت میتونید اسم ببرید که به نظر شما 3 شخصیت برتر 100 سال گذشته ایران بودن. رضا شاه، محمد رضا شاه، قوام. خب ممنونم ازت. به همه سوالا ما پاسخ دادیم و امیدوارم که اون قولی که در مورد آمبولاک هم دادی رو عمل کنید. الان بفرست عمل. باشه. ممنونم ازت. روزت بخیر. سلامت باشید.